مردم تاجیک است که همه ساله در آغاز برابرشوی شب روز جشن گرفته می شود. سلام بیننده های عزیز برنامه سیر نوروزی. امروز ما تصمیم گرفتیم از این گوشه زیبای دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده که مسئولگاه بزرگ را می‌ماند و همگان با یک روحیه ادامه به این مسئولگاه وارد شده ایستاده‌اند بهترین برنامه را پیشکش کرده باشید.
استاد ما را بگیره نمیبینه دیگه ما را نمیبینه دیگه ما را بگیره
نوبهار آرزو با پیامی بخت و طالع نکو، سبزه دامان و دشت و کوهسارم، غنچه پر از نشاط شاهسارم، میسه امیدوار کشتزارم. من بهارم، من بهارم، من بهارم. عزیزان، در این لحظه های احیای طبیعت، ایام گل و بلبل، به شما خیر و سخاوت و دسترخوان پرناز و نعمت را تمنا دارم. من بهارم، به شما شادی و فرح آوردم. بگذار در خاندان همه شما خنده باشد، عشق باشد، مهر باشد جاودان. زندگی و عالم و آدم بماند در امان. نوروزتان مبارک باد.
محبت بسارتان باد استادان و دانشجویان گرامی. امروز جشن است، جشن نوروز، عید بهار. امروز نکهت تازه فصل بهار قلب‌ها را فرح بخشیده است. امروز شمیم عطر گل‌های بهاری دماغ را معطر گردانیده است. صحتی و سلامتی شما عزیزان دل را از سرآغاز آغازها و کشاینده رازها تمنا داریم. با درودی به پایان و تهنیتی بیکران شما عزیزان را به استقبال نوروز عجم و بهار خرم مبارکباد میگوییم. بگذار همیشه آسمان بخت شما درفشان باشد و آفتاب سعادت شما درخشان. نیکی و نیکروزی نصیبتان گردد، بخت فیروزی شما را قریب باشد. گلخواهران و دادران ایام نوروز آمده، تبریک ای پیر و جوان ایام نوروز آمده. بلبل اندر شاخ گل با چهچهی زیبای خود گفتا به گوش عاشقان ایام نوروز آمده. شد لاله به بوستان، گیتی شده عنبرفشان، شادی رسد تا آسمان ایام نوروز آمده. با صد نوای چنگ و نی، با صوت و با شعر و سرود، خوشروزی ها در خاندان ایام نوروز آمده. دستی دعا داریم کنون تا روز نوروزی دیگر ما را رساند لامکان ایام نوروز آمده. نوروز را یک قطار خلقیت‌های عالم با تنتنه جشن می‌گرفتند. اکنون که این جشن زیبا و فروخ‌بای با تشبث و پیشنهاد سرور دولت ما محترم امام علی رحمان جهانی گشت، به منبر این عید زیبا را تمام خلق و ملت‌های جهان همساله جشن می‌گیرند. از دوره‌های قدیم برابرشوی روز و شب و آخر رسیدن ایام سرما را آدمان با خوشنودی روز نو حسابیده آن را جشن می‌گرفتند. آرا دادن دسترخوان نوروزی را با 7 سین و 7 چین آدمان فال نیک می‌شمردند. در عید نوروز بازی‌های ورزشی ملی از قبیل بوسکشی،
گوشتین گیری جهیدن از بالای آتش کشیدنی بند به حکم عنعنه در آمده است. با یک جهان احترام سخن شادباشی جشن را با رکتور دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور محترم نظامی محی‌الدین زین‌الدین داده می شود. مرحمت استاد عزیز. مقامی دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این سال روز و همه روز. درود مهمانان گرامی خط، استادان عزیز، شاگردان ارجمند، همه شما را با فرارسی نوروز فرخنده از صمیم خط تبریک میگویم و امیدوارم که این نوروز به خاندان هر یکی شما فیض و یا پره روش تاریک میبیام بخت و سعادت و شادی و سرور بیارم. خبره که میدونیم نوروزه که از جشنهای معروف با شکوه‌ترین خلق‌های آریایی خصوص خواجه‌زمانان بوده. از سپیددم فرهنگ و تمدن آریایی تا به امروز وابسته به وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژی دوره‌های تاریخی در بین مردم ما با شکوه شهامت خاص تجلیل می‌گردد. حتی شکست و ناکامی‌ها از جمله اقوام مختلف به هیچ وجه نتوانستند چیزی از بزرگی و شهامت این جشن را کم کنند. برعکس نوروز و مثل درخت برآمد همیشه با گذشت سالها بر افق خلق‌های انتخاب ریشه‌هایش را استوار نموده، بیش از پیش قوی‌تر و پربارتر گردیده، همزمان با جشن ملی خلق‌های دیگر کشورها تبریک می‌خواهد. یادآور می‌شود که با شرافت اسکان دعوتی و مقام سروری تاجیکستان آماده فرزند این محمد تمام عنعنه و سنت‌های نیاگان ما نزدیک نوروز دوباره احیا گردیده، ملت کهن‌دلان تاجیک نساسی و مقام بالای خویش در عرصه بین‌المللی و عالمی بار دیگر مورد رساند. سعی و تلاش و زحمت‌های سینم نوروزی گرفته بود. ای من تماس نمی‌گیرم چی وقت اومده. کنم میومده محسن اوگواری داره که مقصد اینترو چیه؟ چند تا اینترو گرفتی؟ چند تا اینترو گرفتی؟ کوئی بگرفتی؟ نه از این گرفتم. یا من دیگه حساب خیلی بسه؟ بسه؟ سه تاست. باید دیگه ولی دفتر بسه. برنامه مذکور به نوروز نگاه ما خصوصیت واسطه باشد. این آیین باستانی را همچون پدیده ایرانی باشد. بار دیگر با همه شما روز ملت تاجیک و هم نوروز بین‌المللی مبارک باشد. سلامت باشد. ما عنعنه بزرگ یک است که در این مخصوصاً در روز نوروز مردم ازگان ایمان و توفاها می‌آورند و کسانی که در قدردانی می‌نمایند همچنین از نماینده ریاست فرهنگ شهرنشینی رهبری از رامانوران و دانشگاه تشریف آوردند و گروه از دانشجویان ما که در آزمون جمهوری یا به چندین حادثه نامور با توفاها آیات رسول فرهنگ شهرنشینی تشریف و مهمان نداریم و سلام می‌کنیم.
تقدیم می‌گردد در بخش لطیفه‌گویی استاد حلیموف سامان. نسل لطیفه‌گویی با هم خاطر حلیموف سامان سزاوار دیپلم گشت و طاقات همسر گرفتن تا ازدواجش لطیفه را نمی‌دونید. بعد از اون که از یوان همسر انتخاب کرد لطیفه‌گویی را یاد گرفت. مبارک باشید. محیدین شغمان بخش سرود حجوی. امانبک و اسرار در بخش مونولوگ حجوی. نداشته دل به طرف بیاورید بوی بهار آمده، باده به جام ها زنید وقتی خمار آمده. سیر گل و هوای تل نکهت خوش دماغ است، نشأه ز لاله و سمن لیل و نهار. روز نوروز است و بلبل در چمن دارد فغان، گل تبسم می کند دای بهاری بلبلان. با اجازت شما عزیزان دل و دیده و بزم نوروزی آغاز می‌بخشیم. تمنای آن را داریم که چند فرصت با ما هستیم خوش گذرد. بیا نوروز کنیم. شعر و آهنگ خلق انسمبل بانوان دانشکده تحت راهبری اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان دلبر شریفova اجرا میکنند.
روزی شعر آذر عارف آهنگی بستگی بوده ای دوستان جانی بزمی عجم مبارک ای دوستان جانی بزمی عجم مبارک نوروز شد جهانی صد شکری هم مبارک نوروز شد جهانی صد شکری هم مبارک خیلی بزیب داشتی ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا میده میده چشم میده میده یاد ما ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا میده میده چشم قدم هایت بگیرم بالای قد و بالایت بگیرم بشینم پیش چشمانی سیاهت چو آینه تماشایت بگیرم بشینم پیش چشمانی سیاهت چو آینه تماشایت بگیرم میده میده چشم میده میده یاد ما ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا میده میده چشم میده میده یاد ما ای
چشم وا مایده چشم وا کن مایده یادی ما کن ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا مایده چشم وا کن مایده یادی ما کن ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا مایده چشم وا کن مایده یادی ما ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا مایده چشم وا مایده یادی ما ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا مایده چشم وا آفرین باشو. چه خوش خون حاضرین محترم یک گروه مهمانان بسیار عزیز از دانشگاه ملی تاجیکستان در رأس مدیر کافتره تاریخ ادبیات تاجیک دکتر فلوگی پروفسور مصباح‌الدین نزدیکپور استاد بسیار ارجمند ما دکتر علمای فیلولوژی پروفسور استاد عروضشناسان تاجیک استاد عبدالله طاهرов دکتر علمای فیلولوژی پروفسور بدرالدین مقصودov نامزد علمای فیلولوژی استاد عبدالله یولداشев همچنین معلم‌های بسیار عزیز ما هم شاگردان عزیز ما سعدیه بانو مهیا و زمیره بانو تشریف نورم بر کاش و ابروی سیاه تا نایسته بیانه یا به دازار کفی پاکم یارم نایسته بیانم از شوم از بویت به حسنی نکنم و دی من را ماکم یارم حسنت جمانده برو یار یاره عاشقت سوزانده برو یار یاره حسنت جمانده برو یار یاره عاشقت سوزانده برو یار یاره چشمانی بنازی نازنی
با دست در لبی جویباره آسینش گلداره روی کشم مثل ما سرخی بر رخساره ابرو سمیماره دلها صد هزاره بر دیدن یارمه دیلم بیقراره دلها صد هزاره بر دیدن یارمه دیلم بیقراره در سمه نوروز یاری دوستان آمد بر دیدن گل سری بوستان آمد خوش باش در این روز که نوروز رسید این نوروز به اهل تاجیکستان آمد امروز که بهاره گلها صد هزاره بر دیدن یارمه دیلم بیقراره امروز که بهاره گلها صد هزاره بر دیدن یارمه دیلم بیقراره درونی گلزار کی تو بیا یارم درونی گلزار کی تو بیا یارم دست کنی گلها